سلام علیکم برادرها. بسیاری گفتن که سیم کارت پدکلوچه شدگی در بعضا کانال های پلانش نشون داده. ما با شما نشون میدیم که سیم کارت اچ خیلی فهم که همی کور کیسه اونه نشون میدیم. با ستوی پلات فایل میداریم، کانفیگ میداریم و کنوکه کبوت هم میچخیم. در پولت کنوکه کبوت هست، کنوکه کبوت ها زیر میکنیم. از این پدکلوچه میشود. پدکلوچه شده. بسیار میگن که همین سیم کارت نخونده است، سیم کارت را خوندگی سیم کارت کور کیسن میگن. در اصل بسیاروش هم خیلی برادم و سیم کارت کور نمیکنه. از ما برای شما نشون دادم که خیلی بفهمید که سیم کارت کور کرده سه یا نه و شما نشون میدیم. با دوکام میداریم، دوکام در اینجا هست. در همینجا کنوکه زرد هم میچخیم. در پول کنوکه زرد هست، کنوکه زرد زیر میکنیم. در اینجا پلیز ویت میگه. در همینجا باید چیسله پیشینه بازه را برارد. در بعضی بازه ها چیسله پیشینه برارد و در بعضی بازه های دیگر پارامتر ارور پلیز چک همین گونه میبراید. حالا انتظار میشویم. حالا از من برآمد پارامتر ارور پلیز چک. از اینجا میفهمیم که سیم کارت ما کور کیسه. در بعضی بازه ها چیسله شایم برارد. حالا ما پارامتر ارور شا برآورد. هر دوشته اگر که برآمد از اینجا میفهمیم که سیم کارت کور کرده است. اگر پلیز ویت همین گونه ایستاد اینجا میفهمیم که سیم کارت یا مگابایت ندارد یا که پول ندارد. از من با شما یک چیز دیگه نشون میدم برادرو. وقتی که هم دوکام میداریم کنوکه زرد هم میچخیم. در همه جا همین خیلی برآمد. در همه بازه اگر که همین گونه چیز برآمد نتورک اور سرور پرابلم پلیز چک نتورک همین گونه برآمد سیم کارت پرابلم ندارد، سوم ندارد یا مگابایت ندارد. همین گونه نشون میدهد. وقتی که دیدیم که سیم کارت کور کرده ایستاده است بعدا با شارینگ میداریم. در بعضی بازه ها سرور نوشتگی. حالا در این شارینگ نوشتگی بعدا پایانده همینجا استاتوس هست. دیسکانکت هست. پاکت زنگ نیست، پاکت خاموش هست. وقت پاکت که زدیم هم استاتوس کانکت میشه. در بعضی بازه ها باید سایدین نشوه. حالا در این دیسکانکت سرور کور نکیسته. برای کور کردن باید کانکت شود. اگر سیم کارت دیدین که کور کیسه سرور دیسکانکت شده است شما میتونید مراجعت کنید با مدامی که پرشکازه است. با اون زنگ زنید و کوراتون رو باید حل کند.